دفتری باز میکنم به نام خدا، باز آغاز میکنم به نام خدا. حرفی از جنس دل، ترانه و موسیقی، کوکین ساز میکنم به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. خوشحالم که با یک گزارش دیگه در خدمتتون هستیم. در این گزارش بنا داریم که با یک دختر بلوچ، یک دختر موفق و کارآفرین که با استفاده از ذوق و هنر خودش تونسته به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنه گفتگو داشته باشیم و این بانوی بلوچ رو خدمت شما معرفی کنیم. یک بخشی از فضای کار خانم ملاضعی مهمان امروز ما رو می‌بینیم و مجدداً برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. با ما همراه باشید. خانم ملاضعی وقتتون بخیر. یک سلام علیک و یک معرفی داشته باشید و در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام دوستانی که برنامه رو میبینن. ریحانه ملاضعی هستم، لیسانس علوم تربیتی و مدیر عامل شرکت وشتن که در زمینه طراحی لباس و سوزندوزی بلوچی فعال هستم. و از سال 97 شروع به این کار کردم به صورت رسمی، اما قبل از اون هم به عنوان یه دختر بلوچ که توی محیط بلوچی بودم و آشنا بودم با سوزندوزی بلوچی از بچگی و علاقه‌مند بودم به این حرفه، کارهایی رو به صورت حالا تک و توک و خیلی آماتور شروع کردم انجام میدادم. الان احساس میکنید موفق هستید خانم ملاضعی؟ هنوز به اون مرحله که خودم میخوام مد نظرم هست نرسیدم، اما فکر میکنم میتونم با تلاش خودم و همطور اگه حالا کار ما حمایت بشه از طرف مسئولین و بتونیم این هنرمون رو به کسانی که حالا خارج از استان خودمون هستن، یعنی مختص استان خودمون فقط نباشه این هنر، حتی خارج از کشور هم این کار رو معرفی بکنیم، این هنر رو به همه دنیا بتونیم معرفی بکنیم و در کنار اون هدف اصلی هست که بتونم یک کمکی برای سوزندوزهامون باشم و اون زمان من خودم رو موفق میدونم. برای ما بگید که البته من قبلش اینو بگم خدمت بینندگان، ورود به عرصه‌های کارآفرینی به هر حال گاهی وقت آدم به مشکلات و سختی‌هایی هم برخورد میکنه که ممکنه ناامید بشه. مطمئنم که خانم ملاضعی هم توی این مسیر و حرفش سختی و مشکلاتی رو تجربه کرده. برای ما از مشکلاتتون بگید و بگید که چی شد که فائق شدید و غلبه کردید بر مشکلاتتون. خب 100% برای شروع هر کاری یه سری مشکلات هست که من هم داشتم مشکلاتی رو، از جمله اینکه حالا شاید برای شروع خیلی این حرفا رو شنیدم که نه نمیشه و نمیتونی، اما خیلی توجه نکردم به اون چون هدفم مشخص بود، چون مهمتر از همه این که به این کار من علاقه دارم و هنری هست که از بچگی این رو یاد گرفتم و دوست دارم اون رو به همه جا معرفیش کنم. شاید اگر امکانات بیشتری داشته باشیم بتونیم خیلی بیشتر پیشرفت کنیم و این هنر رو بیشتر یه طور بهتری معرفی کنیم. برای ما رو به دوربین معیارجل بگید که شما توی این مسیر آیا تونستید کاری بکنید؟ ایجاد شغل شده؟ چند نفر شاگرد داشتید و حرفتون رو آموزش دادید به کسی یا خیر؟ بله خدا رو شکر الان ما یک تیم حدوداً 10 الی 15 نفره داریم که مشغول به کار هستیم با هم دیگه و از سوزندوز و خیاط و دوستان دیگه که کنار ما دارن کار میکنن و همینطور دوستانی که حالا چه داخل شهر خودمون و چه خارج از شهر خودمون داریم با یه سری از دوستان و سوزندوزها کار میکنیم. تو بحث آموزش هم آموزش سوزندوزی رو داریم که حالا شاگردانی رو داشتیم هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین. خیلی هم خوب. به صورت آنلاین هم آموزش میدید؟ بله. خود دمتون گرم. خیلی خوبه که دیگه سوزندوزی هم به صورت آنلاین داره آموزش داده میشه. ببینید چقدر مملکت، چقدر فضای کار پیشرفت کرده. حالا هی بعضیا میگن که آقا کار نیست، به خدا هست. خانم ملاضعی هم نمونه بارزشه. آقا حضوری هم آموزش میده، به صورت آنلاین هم آموزش میده، فرقی هم نمیکنه. تو خونه‌تون نشستید و ایشون بهتون کمک میکنه، یادتون میده و میتونید برای خودتون به هر حال در یک چشم انداز مشخص ایجاد شغل و درآمد پایدار داشته باشید. خیلی کوتاه و مختصر خانم ملاضعی به ما بگید که
محصولات شما به کجا عرضه میشه و مشتری دارید جای دیگه خارج از استان؟ آیا مشتری داره یا خیر؟ بله، ما هم خارج از استان داریم کارهامون رو ارسال میکنیم و هم خارج از کشور. خیلی هم خوب. کدوم کشورها مثلا؟ برای سوئد و انگلیس. لباسش زیبای بلوچی، کار دست خانم ملازهی و همکارا و دوستاشون اینجا بافته شده، سوزندوزی شده، آماده شده و اونور دنیا انگلیس و سوئد و جاهای دیگه رفته و این یعنی توانمندی و این یعنی اراده و این یعنی که ما دختران سرزمین ما، دختران بلوچ ما، دختران غیور بلوچستان ما زرنگن و توانمندن و قدرت دارن و فقط باید خودشونو باور بکنن. من خیلی خوشحال شدم که واقعا این حرف رو شنیدم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و مطمئنم که موفقیت در کنار شما همیشه خواهد بود. حرف نگفته اگر هست خیلی کوتاه برای ما بگید. ممنون، لطف دارین شما. و خواهشم اینه که بیشتر مسئولینن که باید ما رو حمایت کنن و که ما بتونیم این کارمون رو گسترش بدیم، برای بتونیم بازار خودمون رو بیشتر از این چیزی که هست توی خارج از استان و خارج از کشور خودمون پیدا بکنیم. مسئولین قطعاً میشنون صحبت‌های شما رو، این گزارش رو هم انشالله خواهند دید، هم فرماندار هم مسئولین اداره کار و به هر حال کسایی که توی این مبحث میتونن کمک بکنن قطعاً دست شما رو خواهند گرفت. از شما بینندگان عزیزی هم که در این گزارش با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. هر جایی که هستید سرتون سلامت و تنتون سالم و روز و روزگار هم بر شما خوش باشه. خدایا یار و نگهدارتون باشه. بدرود.